با درود و وقت بخیر خدمت شما همراهان محترم. من سهراب بهروزیان هستم. قراره با هم یک سری موارد رو که شاید توی اینترنت به این شکل بهش پرداخته نشده باشه مرور بکنیم و در موردشون گپ و گفت بکنیم. صرفاً بحث انتقال تجربه هستش و مواردی که احساس کردم شاید برای سازمان‌ها و شرکت‌ها مفید باشه که حاصل چندین و چند جلسه برگزار شده با تیم‌هایی که خب ادعا می‌کنن تیم‌های هکری هستن و به نظر میرسه باید مذاکرات باهاشون به شکل دقیقی انجام بشه. امیدوارم در این موارد با من همراه باشین، تو این اسلایدها پا به پای من بیاین تا بتونیم با هم انتقال تجربه خوبی داشته باشیم. هرچند از فیدبک‌های خودتون قطعاً ما رو محروم نکنید و لطفاً هر جایی هر نظری داشتین به هر شکل ممکن به من انتقال بدین تا بتونیم محتوای آموزشی بهتر، دقیق‌تر و با کیفیت‌تری رو آماده بکنیم و برای شما عزیزان در اختیار بذاریم. خب همونطور که از اسم این اسلاید پیداست، قرار ما با هم در رابطه با مذاکره با نفوذگران گپ و گفت بکنیم. یه راهنمایی رو درست کردیم برای شرکت‌ها که در مواقعی که مواجه میشن با حملات سایبری و تیم اتکر یا هکری میخواد بهشون ایمیلی بزنه، حالا یا ایمیل رو هم زده و درخواست مذاکره داره، ببینیم اصولا باید با اونها چجوری مذاکره کرد و با چه ابعادی مسئله رو جلو برد. لطفاً با من همراه باشید. شاید براتون مهم باشه که به انتقال تجربه چه شخصی گوش میکنین. یه مقدار اگه ریستر بخوام خودم رو معرفی کنم، همونطور که گفتم اسمم سهراب بهروزیانه. بیش از 17 ساله که تو حوزه آیتی، سکیوریتی و اینفراستراکچر فعالیت میکنم و سابقه دارم. اگر بخوام یه مقداری از تجربیاتم رو با شما در موردش صحبت بکنم، میتونم از جمله به همکاری شرکت مایکروسافت در زمینه سکیوریتی ریسرچ اشاره بکنم که از سال 2008 این کار رو با مایکروسافت انجام دادم. توی 6 سال اخیر با توجه به فعالیت‌های مستقیم و ددیکیتدی که با شرکت رو داشتم، میتونم به همکاری با شرکت‌های علی بابا، تپسی، دیجی کالا به عنوان مدیر ارشد زیرساخت و امنیت اشاره بکنم. و همچنین اگر از بعد مشاوره بخوام تجربیاتم رو خدمت شما عرض بکنم، تجربیاتم به حوزه‌های شرکت پست، شرکت والکس، بانک سامان، بیمه آسیا، فولاد خوزستان و یه سری شرکت نفتی ختم میشه. بیش از 30,000 ساعت تجربه تدریس تخصصی دارم. در ادامه هم برخی از گواهینامه‌های بین‌المللی که طی این سال‌ها تونستم کسب بکنم رو براتون لیست کردم. در این اسلاید من سعی کردم مقداری به آمارها رجوع بکنم و بدونیم که این اواخر شرایط آماری بحث امنیت توی دنیا چه شکلی بوده. یکی از مهمترین آمارها آماریه که شرکت سیسکو تو سال 2023 ارائه داده و گزارش جالبی ازتون دعوت میکنم حتما مطالعهش بکنین، اما من اهم مواردش رو اینجا در موردش صحبت میکنم. یکی از مهمترین مواردی که بهش اشاره کرده بود رشد روزافزون دو تیپ حمله رنسامور و فیشینگ بود که نشون میداد عامل‌های انسانی کماکان مهمن و میتونه به واسطه عامل‌های انسانی چه اتفاقاتی برای سازمان‌ها بیفته. چالش خیلی مهمی بود و بهش جالب اشاره کرده بود. یا استفاده کردن از ابزارهایی که در داخلشون هوش مصنوعی دارن، اساساً به نظر میرسه که خیلی مهم شده و باید بهش توجه جدی کرد. این آمار به ما یه سری چیزای دیگه هم نشون میداد که حملات به سازمان‌ها حدود 20% افزایش پیدا کرده. در حقیقت با ادامه بررسی‌های این ریپورت به این می‌رسیدیم که 60% از سازمان‌ها حداقل توی سال گذشته یک بار مورد حمله قرار گرفتن. این آمار جالبی بود و خالی از لطف ندیدم که تو این اسلاید بهش اشاره بکنم تا بیش از پیش مسئله امنیت برامون اهمیت شفافتر بشه. یا یه گزارش دیگه بود که مرتبط با ورایزن بود که داشت اشاره میکرد به چالش‌های باز منابع انسانی که عامل‌های انسانی چقدر میتونن برای مجموعه‌ها مسئله آفرین باشن، به اونها داشت اشاره میکرد. توی اون آمار هم نشون میداد که بیش از 80% مشکلات انسانی بوده، حالا چه مرتبط با فیشینگ بوده چه موارد هیومن بیسد دیگه. هزینه‌های بالای
حملات رو هم داشت نشون میداد توی مجموعه هایی که به هر حال مجموعه های مهمی هستن حملات امنیتی براشون حدود 4 میلیون دلار هزینه میتراشه که عدد قابل توجهیه و خب میتونه اگر کم اهمیت شمرده بشه برامون خسارت های جبران ناپذیری رو به وجود بیاره. یا یه آمار دیگه ای رو باز داشتم چک میکردم که مرتبط با World Economic Global Risk Report بود که اشاره میکرد به تهدیدات سایبری به عنوان یه ریسک خیلی بزرگ. مجمع جهانی اقتصاد توی گزارش ریسک‌های جهانیش تو 2023 تهدیدات سایبری رو به عنوان یکی از 5 ریسک بزرگ جهانی معرفی کرده بود. خیلی برام جالب بود. این نشون دهنده اهمیت بالای امنیت سایبری و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی رو نشون میداد. خب با توجه به این آمار میخوایم بریم سراغ این که مذاکره کردن با افرادی که سر حیثیت و آبروی یک مجموعه میان مذاکره میکنن باید چه شکلی باشه، به چه چیزایی باید دقت کنیم، چه چیزایی خیلی اهمیت نداره و اساساً چگونه باید به این مسئله نگاه کرد. در این اسلاید میخوام از یه مسئله بسیار مهم با شما صحبت بکنم. اونم چیزی نیست جز درک وضعیت. مواجهه با درخواست جلسه از سوی هکرها یا نفوذگران. ببینیم چه سرفصلایی رو باید تو این موارد تو ذهنمون داشته باشیم تا بتونیم ریاکشن مناسب نشون بدیم. 3 تا مسئله فکر کردن بهشون از اوجب واجبات. موارد دیگری هم هستن ولی این 3 تا به نظر میرسه از اوجب واجبات. 1. سناریوهای ممکنی که امکان داره باشون برخورد بکنیم. نحوه تماس با نفوذگران یا اتکرها و اهمیت واکنش مناسب بهشون. ببینیم مواردش رو چجوری باید در نظر بگیریم. بررسی سناریوهای ممکن از اونجایی برامون اهمیت پیدا میکنه که مدل پاسخگوییمون رو میتونه تغییر بده. اگر ما با حمله رنسامور مواجه شده باشیم امکان داره یه تیپ ریاکشن نشون بدیم. با دیتا بریچ مواجه شده باشیم یه ریاکشن دیگه. مواجهه با تارگت اتک‌ها میتونه اصلا بازی ما رو عوض کنه، کاملا بازی ما رو عوض کنه. تو رنسامور فکر کن اومدن کل دیتا ها رو لاک کردن، برای ریکاور کردن سیستم هم درخواست باج کردن. خب یه سناریوی زنده. یا بحث دیتا بریچ، اطلاعات حساس شرکت یا سازمان افتاده دست اتکرها، اونام تهدید به افشا کردن. خب همونطور که می‌بینی یک فضای روانی دیگه است. یا تارگت اتک‌ها اومدن اتکرها با اهداف خاصی، میتونه جاسوسی باشه، خرابکاری، هرچی، به سازمان حمله کردن، درخواست تعامل دارن. این یه قسمت. اما به نحوه تماس نفوذگرا یا اتکرها هم باید توجه بکنیم. ایمیل تهدیدآمیز فرستادن، یعنی ارسال ایمیل حالا به مدیر یا به پرسنل انجام دادن، درخواست جلسه کردن. تو دارک وب متوجه شدیم که اطلاعاتمون داره خرید فروش میشه. یه سری پیام رمزنگاری شده دریافت کردیم که میگن ما یه اطلاعاتی برای شما ارسال کردیم، لطفاً اینو دیکود کنیم تا بتونیم با هم صحبت بکنیم. با چی مواجه شدیم؟ نحوه تماس نفوذگران با ما چه شکلی بود، از طریق چه مدیایی بوده؟ و البته اهمیت واکنش مناسب و دقیق. هر واکنشی انجام میدید به این مواردی که میگم دقت کنید. 1. حفظ امنیت و شهرت سازمان. واکنش سریع و حرفه‌ای میتونه از تشدید بحران برایمون به جد جلوگیری کنه. اشتباه تو واکنش اولیه ممکنه منجر به خسارت‌های بسیار زیاد یا افشای اطلاعات حساسمون بشه. این یه قسمت. پیامدهای قانونی و مالی. حواسمون باشه تصمیم گیری نادرست ممکنه به جرایم حقوقی یا جریمه‌های سنگینی منجر بشه که از پسش نتونیم بر بیاییم. حالا در هر قسمتی. مسئله بعدی، تأثیر بر اعتماد ذی‌نفعان. میخوایم باش چیکار کنیم؟ کاهش اعتماد مشتریان رو میخوایم باشون چیکار بکنیم؟ سهامدارامون رو چیکار کنیم؟ پرسنل رو چیکار کنیم؟
تأثیر منفی بر تصویر عمومی و برند شرکتمون رو میخوایم باهاش چجوری دست و پنجه نرم کنیم. خب این از این مسئله. بیایم یه مقدار ریزتر شیم، بیایم یه مقدار دقیق تر شیم. در واقع هر آن کاری که میخوایم انجام بدیم، توی بحث واکنش دارم صحبت میکنم، هر کاری میخوایم انجام بدیم مثل سوال باید بپرسیم. در واقع سوالات ما باید کمک بکنه پیامدهای احتمالی تصمیماتمون رو درک بکنیم. سوالات کلیدی میتونه چیا باشه؟ امیدوارم بهش توجه بکنیم. 1. آیا مذاکره با نفوذگران گزینه مناسبی هست برامون یا نه؟ 2. پرداخت باج چه پیامدهایی برامون داره؟ مسئله بعدی، آیا این اقدام ما رو در معرض حملات بیشتری قرار میده یا نمیده؟ شما یه سری اقدام میخوای انجام بدی، بعد حواست باشه که میتونه آماج حملات رو بیشتر بکنه یا مسئله رو بیشتر مدیریت بکنه. مسئله بعدی، پیامدهای قانونی اکشن هایی که داریم انجام میدیم چیه؟ میدونیم؟ مسئله بعدی، آیا باید موضوعی که پیش اومده رو به مقامات ذی صلاح اطلاع بدیم یا نباید بدیم؟ موضوع بعدی، تأثیر این حمله بر شهرت و اعتماد مشتری‌ها و سهامدارانمون چی میتونه باشه؟ چقدر مهمه. من توی یکی از این کیس‌ها واقعاً چالش جدی رو این مسئله داشتم. پس در نتیجه ما اگر میخوایم کمک کنیم مذاکرات سازنده اتفاق بیفته، هدفمون باید چی باشه؟ درک کامل از وضعیت تا بتونیم بهترین تصمیمات رو بگیریم و از منافع شرکت، سازمان یا هر جایی که داریم درموردش صحبت میکنیم و از این افعال محافظت کنیم. این مهمترین مسئله ماست. اگر مهمترین پیام یا شعار این اسلاید باشه، پس اینو توجه کنید لطفا. یه سری حملات هم بعد نمیبینم که یادآوریشون بکنم. ببینید چه اتفاقاتی حادث کردن. واناکرای سال 2017 اگه یادتون باشه، بیش از 200,000 سیستم رو تو 150 کشور تحت تاثیر قرار داد. سازمان‌های بزرگ، بیمارستان‌ها، خیلی از جاهای مخابراتی، شرکت‌های مخابراتی. یا سونی پیکچرز اگر یکم قبل‌ترش یادتون بیاد. اتکرها اومده بودن اطلاعات حساس رو به دست آورده بودن، تهدید به افشا می‌کردن. خیلی مسئلهش مهمه، خیلی. من از اهمیت تحلیل حمله هر چقدر بگم کم گفتم. پس با همه این تفاصیل یه لحظه بیایم خودمون رو توی موقعیت قرار بدیم. اگر ما توی موقعیت قرار بگیریم و نقش تصمیم گیرنده داشته باشیم، واقعا اولین اقداممون چیه؟ خیلی نکته کلیدیه. همه این صحبت‌ها رو کردیم. 2 مسئله رو بسیار جدی میدونم که باید براش فکر جدی بکنید تا اون کاسه معروف چه کنم و دستتون نگیرید. 1. اهمیت داشتن اینسیدنت ریسپانس پلان که شاید اصلا براش ویدیو آموزشی درست بکنم و درموردش دقیق‌تر صحبت بکنم. 2. آموزش به پرسنل برای شناخت و واکنش به تهدیدات امنیتی یا سایبر سکیوریتی. بحث اورننس چقدر مهمه؟ خیلی. چقدر براش اقدام کردیم؟ پاسخش با علامت سوال ما رو مواجه میکنه. خیلی مسئله است. از ضرورت همکاری با کارشناسان خبره هر چقدر بگم کم گفتم. الزاماً مکلمه در نیستیم. باید تو حوزه‌های مختلف کمک کنیم از مشاوران حرفه‌ای تو این شرایط به ما کمک بکنن. شاید اونها نکاتی داشته باشن که برای ما ارزش جدی خلق بکنه. پس تو این اسلاید من یه جنبندی داشته باشم. درک کامل از پیچیدگی و حساسیت وضعیت ما رو بسیار کمک میکنه. اهمیت واکنش مناسب، سریع و دقیق، درکش بسیار برامون حیاتیه. در ضمن آمادگی برای مراحل بعدی توی مذاکره با نفوذگران بسیار و بسیار مهمه. امیدوارم توی این اسلاید هم براتون موارد شفاف شده باشه. اما در این اسلاید میرسیم به آماده سازی برای جلسه با نفوذگران یا هکرها. چیزی که من تو تجربیاتم ترجمان کردم به Diamond of Negotiation with Hackers.
یا الماس مذاکره با هکرها که شامل یک 5 ضلعیه. حالا میخوایم دقیق شیم ببینیم این 5 ضلعی چه کمکی به ما میکنه، چجوری میتونیم با آشنایی مناسب با این 5 ضلعی آماده سازی بهتری برای جلسات با نفوذگران داشته باشیم. مسئله اول، تشکیل تیم مذاکره بنا به فراخور مسئله و ابعاد اونه. تشکیل تیم یکی از مهمترین مواردی که باید بهش اشاره بکنم. اینکه اعضای تیم چه کسانی باشن و وظایفشون چی باشه. اجازه بدین قدری در رابطه با این مسئله من بیشتر توضیح بدم. ابتدا شروع میکنم از اعضای تیم. قسمت اول، کارشناسان امنیت سایبری یا سایبر سکیوریتی. مسئله میتونه ابعاد فنی جدی داشته باشه. برای تحلیل فنی حمله و ارائه راهکارهای امنیتی حتما از خبرش باید کمک گرفت. مسئله بسیار جدیه. اما بعد از اینکه از کارشناسان امنیت سایبری که خب توانمند باید باشن، صاحب تجربه باید باشن، تازه کار نباید باشن، همه اینها رو در نظر بگیریم، میرسیم به تیم حقوقی. ما توی تیم مذاکره کنندمون باید فرد حقوقی داشته باشیم. برای چی؟ برای مشاوره در رابطه با تبعات قانونی و حقوقی تصمیماتمون که بتونه به ما کمک دقیقی برسونه. 3. این جلسات مگر بدون مدیر ارشد میتواند برگزار شود؟ چون بعضاً نیازمند اخذ تصمیمات جدی و سریع هستیم. تصمیم‌های استراتژیک و تاییدیه‌های نهایی رو کی باید بده؟ قطعاً مدیر ارشد. اگر نباشه میتونه مذاکرات به طول بیانجامه و این طول کشیدن همیشه به نفع ما نیست. قسمت آخر به نظر من روابط عمومیه، در صورت امکان یا لزوم. برای مدیریت ارتباطات داخلی و خارجی و بیانیه‌ها و مواردی که باید بهشون توجه ویژه بشه. پس انتخاب اعضای تیم یکی از مهمترین مواردیه که باید برای آماده سازی جلساتمون براش برنامه داشته باشیم. وظیفه این تیم چی هست؟ 1. تعیین استراتژی ها یا استراتژی مذاکره. خیلی مهمه که ما بفهمیم با چه تیپ استراتژی میخوایم مذاکرات انجام بدیم. 2. تصمیم گیری در رابطه با اینکه چه اطلاعاتی باید به اشتراک گذاشته بشه، چه اطلاعاتی به اشتراک گذاشته نشه. با هکرها چه مواردی رو مطرح بکنیم، چه مواردی رو مطرح نکنیم. چقدر عمق بهش بدیم، چقدر عمق بهش ندیم. و دست آخر تعیین خطوط قرمز و محدودیت هاست. ما چقدر در مورد خطوط قرمزمون توی مذاکرات میدونیم به صورت شفاف؟ ما چقدر در مورد محدودیت هامون در رابطه با موارد بسیار مهم در مذاکراتمون با هکرها میدونیم؟ اگر اینها رو برای خودمون شفاف نکرده باشیم، روشن نکرده باشیم، مسائل جدی بیشتری رو باهاش مواجه میشیم. اگر اعضای تیم با هم به صورت مناسبی اوکی نباشن یا نتونن برقراری ارتباط بکنن و همکاری داشته باشن، عموماً مذاکرات با شکست جدی مواجه میشه و این شکست خوردن همانا ابعاد بسیار وسیع مشکل همانا. بهتره در رابطه با اهمیت این موضوع به این قسمت بسنده بکنم که ما یا تیم حرفه‌ای رو برای مذاکره با نفوذگران یا هکرها آماده میکنیم و میتونیم نتایج قابل دفاعی رو کسب بکنیم، یا اگر قدم اول رو به درستی بر نداریم، باختن تنها گزینه ما در مذاکرات. بسیار خوب، به نظرم تا اینجا یه اسلاید کفایت میکنه. درس‌های بعدی رو در ویدیوهای بعدی حتما تقدیمتون میکنیم. خوشحال میشم که حتما به ما فیدبک بدین و ما رو از نظراتتون آگاه کنید. خیلی متشکرم.